با سلام، داریم میریم کارون 4 برای ماهیگیری. قراره که امشب با قایق حرکت کنیم. فیلم میگیرم برای دوستان ماهیگیر از طعمه و ماهی‌های موجود در سد کارون 4. اینم پل قوسی سد کارون 4. الان ساعت 2. بریم قایق استارت کنیم و با دوستان ماهیگیر بریم به سمت سرشاخه ارمند. خب اومدیم سرشاخه ارمند. قرار شد یک کلیپ ماهیگیری براتون بذاریم و اینکه طعمه ماهی سنگ چی هست. آقا یه توضیح کوچولو میدی در مورد طعمه؟ طعمه فعلا تو این منطقه سرچشمه رو که دیگه آخرین ذرت خمیر که با لوفاکا ذرت و جو گندم برای اون پاشی یا تو فنرات شده باشه. یکی از بهترینا لوفاک ذرت. دست خوش. آقا اگه میشه این ماهیتون یه بار دیگه، من این فیلمو برای یه جا میخوام. خب بذار یه ذره بیارش بالا دوستان ببینن. تقدیم به دوستان ماهیگیر. اینجا سرشاخه ارمند، سد کارون 4، استان چهارمال و بختیاری. دست خوش آقا. بله امروز 2/7/1404.